تا اونجایی براتون خوندم که جهانگیر پشت پرده شاهنشین منتظر بود تا با نازنین گفتگو بکنه. پس بریم ادامهش رو براتون بخونم. شاهنشین اتاق به وسیله یک پرده از سمت پایین جدا می شد. جهانگیر وقتی وارد اتاق شد به فاصله چند قدم پشت پرده ایستاد و در ذهن خود مشغول مرتب کردن کلمات شد. مردد بود که مطلب را از کجا شروع کند و چطور باب سخن را مفتوح نماید. چون سکوت جهانگیر از حد معمول تجاوز کرد، نازنین که در آن طرف پرده ایستاده و از درز پرده علائم تردید و دودلی را در صورت جهانگیر آشکارا می‌دید، برای خاتمه دادن به این وضعیت با لحن عاشق کشی که قلب جهانگیر را تکان داد گفت: مثل اینکه حضرت والا فرمایشی داشتند که صبح به این زودی و با این عجله تشریف فرما شدند. جهانگیر به خود آمده و در دل گفت حالا موقع بازی کردن نقش من است. اگر در موقع صحبت با این دختر دست و دلم بلرزد و تحت تأثیر صدای او واقع شوم، هیچ کاری از پیش نخواهم برد. اما برخلاف تصورش، دلی که از دیدن دلخراشترین مناظر متأثر نمی‌شد، در موقع شنیدن صدای نازنین بی اختیار به لرزه در آمده، با این حال به خود قوت قلبی داده گفت: منظور از این ملاقات اولا بنا به دستور حضرت والا دایی جانم عرض خدمتگزاری بود و بعداً چون در اطراف عمارت شما رفت و آمدهایی دیدم که به نظر عادی نیامد، لازم دانستم که از شما سوالاتی کنم. این لطف خود را که دیروز اظهار فرمودید و از علاقه‌ای که به حضرت والا داشته و از زنی که مورد محبت ایشان است سرپرستی می‌فرمایید ممنونم. انشاءالله در مراجعت حضرت والا اظهار مرحمت شما را به عرضشان میرسانم. اما در موضوع دوم خیال نمی کنم رفت و آمد غیر عادی در اطراف عمارت من باشد. مگر شما چیزی دیده اید؟ جهانگیر که از طرز صحبت نازنین فهمید با زنی عیاره و زرنگ سر کار دارد و ممکن است به این ترتیب در مکالمه شکست بخورد و نتیجه ای از این جلسه ملاقات عایدش نشود، لحن خود را تغییر داده و با خشونت مختصری گفت: بله خانم، خیلی چیزها دیدم و خیلی چیزها شنیدم. لازم نیست شما سفارش مرا به حضرت والا بکنید. نازنین از این تغییر لحن متعجب شده و مخصوصاً وقتی علائم غضب و اوقات تلخی زیاد را در چهره جهانگیر دید گفت: مطلب به این سادگی ها هم نیست که من تصور کردم. مثل اینکه این آدم اطلاعاتی دارد و تصمیم گرفته مرا اذیت کند. خیال میکنم مقصودش را هم فهمیدم. حالا باید به یک ترتیبی او را از سر خود باز کنم و بعداً سر حوصله تصمیم بگیرم. به همین جهت آهنگ دلفریبی به صدای خود داده و با ناز و عشوه بیشتری گفت: خیال نمی کنم حضرت والا خیال کم لطفی و بیمهری به منی که در حرم سرا تک و تنها و غریب زندگی می کنم و هیچ کس را ندارم داشته باشد. من از روز اول فکر می کردم شما با علاقه که به شاهزاده دایی جانتان دارید قطعاً از زنی که مورد علاقه اوست طرفداری می کنید و از روز گذشته یقین کردم که فکرم درست بوده است و صحیح فهمیدم. یک بار دیگر جهانگیر تحت تأثیر آهنگ روح بخش نازنین واقع شد و حرفهایی که خیال داشت بگوید در دهانش باقی مانده و زبانش به لکنت افتاد. نازنین که تأثیر حرف خود را مشاهده کرد برای تکمیل این اثر روحی بخش مثل اینکه دستش بدون اراده حرکت کرد، گوشه پرده نازک را برای چند لحظه عقب زده و با چشمان فتان و عاشق کش خود نگاهی به صورت جهانگیر انداخت و فوراً پرده را به جای خود انداخت. نازنین به میل خود در این نگاه خیلی چیزها نهفته بود. جهانگیر در این نگاه التماس و حزن و یأس را به صورت وضوح خواند، ولی نخواست تسلیم شود یا
اقلاً اینطور وانمود کرد که تسلیم نشده است و به خود گفت باید ضربت دیگری به او وارد کنم. او می‌خواهد با اسلحه وجاهت و زیبایی مرا از میدان به در کند، اما من هم از آن آدم‌ها نیستم که به این زودی فریب بخورم. نازنین هم می‌خواست از مکنونات جهانگیر مطلع شود و بفهمد که او تا چه اندازه به اسرارش واقف شده است. دو حریف در مقابل یکدیگر به زورآزمایی مشغول بودند. هر دو مضطرب، هر دو نگران و در عین حال هر دو از یکدیگر می‌ترسیدند. پس از یک سکوت کوتاه نازنین گفت: بالاخره نفرمودید چه رفت و آمدهایی دیده اید؟ من باید قبلا به شما عرض کنم که خودم میدانم در حرمسرا دشمنان زیادی دارم که حتی به نابودی من هم حاضرند. شما هم بهتر میدانید از اینکه من حامله شده‌ام به من حسد می‌ورزند. با شنیدن این حرف جهانگیر خنده بلندی کرد و گفت: عجب، مثل اینکه به خود شما هم اشتباه شده است نازنین خانم. من میدانم که شاهزاده دایی جانم هیچ وقت اولادش نشده و از این به بعد هم دارای اولاد نخواهد شد. حالا چطور شده که شما حامله شده اید؟ اگر قرار بود شاهزاده اولادش شود تا به حال از 20-30 زن دیگری که گرفته بود اقلا از یک نفرشان صاحب بچه میشد. این حرفها را فقط کسی مثل دایی جانم ممکن است باور کند. نازنین که انتظار این حمله مستقیم و صریح را نداشت، یک باره عنان اختیار را از دست داده و اگر پرده در مقابل نبود جهانگیر میدید که رنگ از رخسار نازنین پریده و لرزه بر اندامش افتاده بود. بی اختیار خود را به روی تشکی که کنار اتاق افتاده بود انداخت. جهانگیر این منظره را نمیدید ولی حدس میزد که حرف آخریش چه غوغایی در دل نازنین ایجاد کرده است. او در دنباله این حرف باز هم مشغول سخن گفتن بود و تاریخچه زندگی شاهزاده را تعریف میکرد و برای ترساندن نازنین از مرگ‌های غیر طبیعی زنهایی که به دستور شاهزاده کشته شده بودند تعریف میکرد. ولی نازنین کوچکترین توجهی به صحبت‌های او نداشت و همان حرف اول کار او را ساخته و فکرش را از کار انداخته بود. معصومه که در اتاق گوشواره مجاور شاهنشین به انتظار خاتمه صحبت نشسته بود، وقتی دید صحبت خیلی طولانی شده آهسته داخل شاهنشین شد و مشاهده کرد که نازنین با حال نزاری روی تشک افتاده و اشک از چشمش جاری شده است. با اشاره دست موضوع را پرسید و نازنین هم با اشاره‌ای که به شکم خود کرده و پشت پرده را نشان میداد مطلب را به او حالی کرد. معصومه لب خود را به دندان گزیده و چند ضربه به صورت خود نواخت و با این حرکت نازنین را متوجه کرد که قافیه را باخته است. جهانگیر هنوز مشغول صحبت بود و نمیدانست که پشت پرده چه میگذرد. معصومه خیلی آهسته و به اختصار گفت: یک جوابی بده و به صدای بلند مرا صدا کن تا من کار را درست کنم. نازنین تکلیف خود را فهمیده و با اشکال زیاد توانست بر اعصاب خود مسلط شود، لذا فوراً خود را جمع جور کرد و گفت: من هنوز هم تصور می‌کنم لطف شما شامل حال من باشد. چون خیلی خسته شدم اجازه بفرمایید بنشینم. شما هم سرپا خسته میشوید. من خیال نمی‌کردم صحبت ما اینقدر طول بکشد. سپس معصومه را با صدای بلند خواند و معصومه نیز از اتاق دیگر جواب داد و داخل شاهنشین شد. نازنین به صدای بلند گفت: حضرت والا خسته شدند. خوب است تغییر ذائقه‌ای بدهند. خاله جان، شما این زحمت را بکشید و برای حضرت والا قدری شربت و شیرینی بیاورید. معصومه فوراً سینی بزرگی که چند ظرف شیرینی‌های مختلف در او گذاشته شده بود جلوی جهانگیر برده و با اصرار زیاد او را وادار به نشستن و رفع خستگی کرد. این عمل موجب شد که رشته سخن از دست جهانگیر خارج شود و نازنین مجالی برای تفکر پیدا کند. بعد از چند لحظه فکر لبخند رضایت آمیزی بر لبان نازنین نقش بست و مثل اینکه راه حل خوبی پیدا کرده است پس از 1-2 دقیقه گفت: خیلی خوب، این بود از این قسمت
رمان ما فکر میکنم قسمت 12 باشه یا 13، دقیقا نمیدونم. امیدوارم که این داستان انقدر که برای من جذابه برای شما هم جذاب باشه. برای اینکه بدونیم که نازنین چه فکری به سرش زد و چه جواب دندون شکنی به جهانگیر داد، باید ادامه رمان رو گوش بدیم. پس تا روز دیگه و دیدار دیگه، خدا نگهدار.